تستوسترون مهمترین هورمون جنسی مردون است، ولی تو خانم‌ها هم ترشح میشه. گرچه غلظتش 10% آقایونه. برای سلامتی هر دو جنس هم سطح مناسب تستوسترون ضروریه. اگر کم ترشح بشه، باعث کاهش ظرفیت فرد توی عضله‌سازی و قدرت بدنی میشه. میل و توان جنسی رو کاهش میده و با افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌های مختلف در نهایت باعث کاهش طول عمر میشه. بنابراین خیلی مهمه برای سلامتی جسمی و جنسی سطح تستوسترون تو دامنه طبیعی باشه. و اینجاست که میبینید آقایونی که گوشواره میندازن، آقایونی که شلوار کوتاه میپوشن و اینها واقعا نشون میده که استروژنشون بالا رفته و تستوسترونشون پایین اومده. با وجود همه اهمیتی که این هورمون مردونه داره، این گوشواره انداختن و شلوارک و شلوار کوتاه پوشیدن نه ارتباطی به سطح تستوسترون داره و نه البته ایرادی داره. اجداد ما هم گوشواره مینداختن که با اون پیروزیاشون بعید میدونم مشکلی از نظر تستوسترون داشتن. به هر حال وقتی توی این ویدیو توضیح میدادم که چرا تو نسل‌های جدید سطح تستوسترون همینطوری داره میاد پایین، گفتم که یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم ورزش منظم که میتونه اثر مثبتی روی سطح تستوسترون داشته باشه. ولی خب نه هر ورزش و هم هر تمرینی. برخی ورزش‌ها حتی میتونن سطح تستوسترون رو کم بکنن. آخر ویدیو هم میگم که این افزایش‌هایی که تو سطح تستوسترون با ورزش رخ میده تا چقدر میتونه نه فقط برای توان بدنی و حجم عضلانی مهم باشه، بلکه چطور میتونه روی سلامتی و توان و میل جنسی حتی اثر بذاره. قبل از اینکه شروع کنیم ممنون میشم اگر فکر میکنید این ویدیوها مفیده ویدیو رو لایک کنید و البته اگر عضو کانال نیستین با زدن دکمه سابسکرایب حتما عضو بشید. اینطوری کلی هم به ما برای ویدیوهای بیشتر انرژی میدید. ممنون. اول سریع ببینیم اصلا تستوسترون از کجا میاد. بیش از 90% تستوسترون مردان تو بیضه ها و در خانم‌ها تو تخمدان ها تولید میشه. حدود 10% باقی مونده هم تو غدد فوق کلیوی تولید میشه. سیگنالی که لازمه برای اینکه به این غدد برسن تا تستوسترون رو تولید کنن از مغز منشأ میگیره. بنابراین اگر میخوایم با تمرین ترشح تستوسترون افزایش بدیم، تمریناتمون باید شرایطی رو داشته باشن تا بتونیم مغز رو قانع بکنیم که به این افزایش تستوسترون نیاز داره تا بتونه اولا بعد از یه جلسه تمرینی بدن رو کامل ریکاوری بکنه و بعد با افزایش قدرت و حجم عضله برای مثال بتونه برای جلسه بعدی طرف رو آماده بکنه. هر تمرینی این شرایط رو مسلما نداره. اگر طرف صبح بیدار بشه بره یه 10 دقیقه یوگا کار کنه، کششی کار کنه، تاثیر خاصی روی تستوسترون مسلما نمیتونه بذاره. حجم و شدت تمرین باید از یه آستانه یا سطحی بیشتر باشن که این افزایش تولید تستوسترون اتفاق بیفته. همونطور که گفتم یکی از بهترین این محرکات تمرینات با وزنه یا به عبارت دقیق‌تر تمرینات مقاومتی، یعنی یه مقاومتی جلوی عضلاتمون باشن، حالا دمبل، هالتر، کش، کابل. در این صورته که بدن میبینه خب اگر من بخوام برای جلسه بعدی آماده بشم باید حجم عضلاتمو افزایش بدم، تارهای انقباضی بیشتری داشته باشم تا بتونم اصلا اون وزنه ها رو بزنم و از اون طرف باید آمادگی روحی و ذهنی بیشتری هم داشته باشم تا اصلا جرأت کنم برم زیر اون وزنه ها. اینه که بعد از هر جلسه تمرینی به یک باره تستوسترون افزایش پیدا میکنه. توی آقایون در حد 25%، توی خانم‌ها در حد 16% و بعد از نیم ساعت تا یک ساعت بعد از تمرین میرسه باز به همون سطح استراحتش. اما وزن زدن هم باید شرایطی رو داشته باشه تا بتونه تستوسترون رو تا این حد افزایش بده که واقعا هم سطح قابل توجهیه. هر برنامه تمرینی نمیتونه. یکی از فاکتورهای مهم توی این مسئله حجم عضلای درگیر توی یه جلسه تمرینیتونه. شما فرض کنید میرید یه جلسه فقط 3 ست یا 6 ست جلو بازو میزنید. جلو بازو عضلای کوچیکیه، نمیتونه بدن رو در اون حدی تحریک بکنه که تستوسترون در حد معناداری افزایش داشته باشه. تحقیقات نشون میدن که در این حالت اصلا افزایشی نشون نمیده. اما اگر به همون برنامه تمرینیتون یه حرکت جلو پا و پرس پا هم اضافه بکنید، یعنی حالا عضلات بزرگ و حجم پا هم اضافه شدن، یه دفعه بعد از تمرین تستوسترون یه جهشی از خودش نشون میده. یکی از اشکالات یه سری از سیستم‌های تمرینی قدیمی که تک عضله کار کردن رو تشویق می‌کردن همین بود. طرف میگفت من یه روز میرم فقط ساعد و ساق میزنم یا یه روز میرم فقط پشت بازو میزنم.
یه مواقعی کاربرد داره همچین سیستم تک عضله‌ای، مثلا برای جلوگیری از ورزش زدگی، ولی چیزی نیست که تو طولانی مدت بتونیم واقعا ازش استفاده بکنیم و فایده‌ای داشته باشه. مسئله بعدی در مورد وزنه آزاد، دمبل و هالتر در مقابل دستگاه، کدومشون میتونن تستوسترون رو بیشتر افزایش بدن؟ تو یه مطالعه خیلی خوب اومدن اثر اسکات هالتر رو که یک وزنه آزاده با پرس پا خوابیده که فرد میخوابه و هیچ وزنه‌ای روی دوشش نیست با هم مقایسه کردن. افزایش تستوسترون تو اسکات به شکل معناداری بیشتر بود از پرس پا. چرا؟ چون اسکات به غیر از اون عضلات اصلی، جلو پا، پشت پا و عضلات ناحیه باسن، عضلات ثابت کننده، یعنی اون عضلات ریز ستون فقرات، شکم یا حتی سرشونه رو هم درگیر میکنه. همین افزایش حجم عضلات درگیر توی اسکات و از اون طرف احتمالاً اون فشار روحی که فرد زیر وزنه اسکات داره حس میکنه باعث این افزایش سطح تستوسترون میشه. تو یه تحقیق دیگه حتی دیدن حرکات وزنه‌برداری، همون حرکات یه ضرب و دو ضرب المپیک که هم حجم عضلات درگیرش توشون بالاست هم وزن آزاده، تستوسترون رو میتونه تا 30% افزایش بده که خیلیه. حالا تعداد ست‌ها، تعداد تکرارها و استراحت بین هر ست باید به چه شکل تنظیم بشه. چند تا تحقیق خیلی خوب تو این زمینه انجام شده که نشون میدن به طور کلی پروتکل تمرینی که برای افزایش حجم چیده بشه میتونه باعث بیشترین افزایش تو سطح تستوسترون بشه. توی این ویدیو توضیح دادم که یه تمرین هایپرتروفیک حجمی باید چه شرایطی رو داشته باشه. باز اینجا برای مثال تکرارهای هولوش 10 تا بهترن از تکرارهای قدرتی، یعنی تکرارهای پایین‌تر 6 تایی 3 تایی. استراحت بین هر ست هم استراحت کوتاه در حد 90 ثانیه باید تنظیم بشه تا بیشترین افزایش توی تستوسترون باعث بشه، نه استراحت‌های بلند مثل 3 دقیقه‌ای و 5 دقیقه‌ای که توی تمرینات قدرتی باز مثل تمرینات پاورلیفتینگ انجام میدیم. یه نکته دیگه، یه مزیت دیگه بگم از تمرینات حجمی. جلوتر گفتم بعد از تمرین مقاومتی تستوسترون یه دفعه یه افزایشی نشون میده، بعد از نیم ساعت تا 1 ساعت میرسه باز به سطح اولیش. اما توی یه تحقیق خیلی مهم نشون دادن که اگر پروتکل تمرینی پروتکل حجمی باشه، برای افزایش حجم عضله چیده شده باشه، میتونه تستوسترون حتی تا 48 ساعت بالاتر از سطح اولیش، سطح استراحت، نگه داره که خب خیلی مهمه. پس به طور خلاصه تمرینات حجمی از نظر افزایش تستوسترون برتری دارن نسبت به تمرینات قدرتی. در کنار تمرینات مقاومتی یه نوع دیگه از تمرینات که اونم مطالعات روش خیلی مثبتن و میتونه باعث افزایش تستوسترون بشه تمرینات HIIT که منم قبلا تو این کانال ویدیویی ازش منتشر کرده بودم. تو این تمرینات فرد میاد مثلا برای 30 ثانیه حرکتی رو با حد اکثر شدت ممکن، حد اکثر توان ممکن اجرا میکنه، بعد یه استراحت کوتاه داره 10 ثانیه تا 20 ثانیه، باز حرکت رو با حد اکثر شدت ممکن شروع میکنه. این تمرینات هم از جهات مختلف برای تناسب اندام، سلامتی مفیدن. تو خونه هم میتونید انجام بدید، تستوسترون هم که افزایش میده. اما همه ورزش‌ها مثل تمرینات مقاومتی و HIIT برای افزایش سطح تستوسترون مناسب و خوب نیستن. در مورد ورزش استقامتی فرض کنید 30 دقیقه دویدن، تحقیقات اکثرشون نشون میدن که یا اصلا تأثیری روی سطح تستوسترون ندارن، باعث افزایش تستوسترون نمیشن، یا حتی ممکنه باعث کاهشش بشن، به ویژه اگر تو حجم بالا اجرا بشن، مثلا در اون حدی که دونده‌های حرفه‌ای ماراتون تمرین میکنن. این مسئله همیشه برای دوچرخه سوارای استقامتی هم مطرح بوده، چون اولا احتمالاً این تمرینات استقامتی استرس زیادی به بدن وارد میکنه و اینجا بدن کورتیزول بیشتر نیاز داره به جای تستوسترون تا بتونه از پس این تمرینات از لحاظ متابولیکی بر بیاد. همین افزایش کورتیزول میتونه تستوسترون اصلا کاهش بده. در مورد دوچرخه سواری جالب بدونید همون فشار فیزیکی که زین دوچرخه به بیضه ها در مردان وارد میکنه، به ویژه توی طولانی مدت، همون فشار باعث میشه بیضه ها نتونن کار خودشون رو درست انجام بدن. حتی اگر تمرینات طولانی بدون وقفه برای ماه‌ها انجام بشه، حجم بیضه ها تو اون دوره های تمرینی بلند مدت کم میشه، بیضه هاشون کوچیک‌تر میشه. حالا اگر یکی رو سوار دوچرخه دیدید یا دیدید داره میدوه، نگید این که دیگه اصلا بیضه هاش تعطیل، تستوسترون بی تستوسترون. نه، هنوزم تمرینات استقامتی، دویدن، حتی دوچرخه سواری در کنار تمرینات با وزنه توصیه میشه، چون مزایای دیگه‌ای داره. مزایایی داره که تمرینات با وزنه اونا رو نمیتونه بهمون بده. این دو تا تمرین، این دو نوع تمرین مکمل همن از جهات مختلف.
اینه که در حد 2 جلسه 3 جلسه در هفته هر بار حدود 30 دقیقه 40 دقیقه واقعا ایرادی نداره. حتی این تحقیق معتبر رو ببینید که نشون میده تمرینات استقامتی باعث بهبود اختلال نعوذ توی مردان میشه، یعنی از لحاظ جنسی کمکشون میکنه. ولی خب اگر حجم تمرین به اندازه باشه و نه بیش است. حالا این افزایش هایی که توی سطح تستوسترون بعد از هر جلسه تمرینات با وزنه و تمرینات HIIT میبینیم اصلا چه فایده ای دارن؟ چون گفتم اثرش موقته، یه دفعه تستوسترون میره بالا و بعد از نیم ساعت تا 1 ساعت، حتی اکثر 48 ساعت با بعضی از پروتکل تمرینی روی برخی افراد میتونه افزایش داشته باشه. چند تا سوال اساسی اینجا مطرح میشه. اول اینکه آیا تمرینات منظم با وزنه میتونه سطح استراحت تستوسترون هم افزایش بده؟ یعنی کسی که مرتب داره وزنه میزنه سطح استراحت تستوسترونش بالاتر از کسی که ورزش نمیکنه؟ و از اون طرف این افزایش‌های پی در پی بعد از هر جلسه تمرینی مستقیم روی حجم و قدرت عضله تاثیر دارن؟ روی سلامت و عملکرد جنسی فرد چطور؟ این افزایش‌ها میتونن مثلا برای کسی که مشکل نعوذ داره کمک کننده باشن؟ در مورد سطح استراحتی تستوسترون، یعنی اینکه کسی که داره منظم وزنه میزنه سطح تستوسترون بالاتری داره به طور کلی از کسی که ورزش نمیکنه یا نه، تحقیقات هنوز نتیجه قاطعی رو نشون نمیدن. برخیشون میگن که نه اثری نداره، برخیشون میگن چرا. مثلا افرادی بودن که 3 ماه تمرین کردن بعد سطح تستوسترون استراحتشون به طور معناداری افزایش پیدا کرده. اما حتی اگر این سطح پایه یا استراحت تستوسترون هم افزایش ندن، همون افزایش های حاد یا کوتاه مدتی که بعد از هر جلسه تمرین به طور منظم یه روز در میان یا هر روز اگر فرد داره تمرین میکنه میبینیم، میتونن که مفید باشن واقعا روی افزایش حجم و قدرت عضله، سلامتی و کلا همه عملکردهایی که تستوسترون داره از جمله توان جنسی. مستقیما ثابت نشده که حتما این افزایش تستوسترون باعث بهبود عملکرد جنسی به ویژه توی مردا میشه، ولی اون چیزی که حتما ثابت شده و میدونیم اینه که ورزش منظم هم تو آقایون هم تو خانوما باعث افزایش عملکرد و میل جنسی میشه. حالا شاید یکی از مکانیزماش هم همین افزایش‌های پی در پی تستوسترون بعد از هر جلسه تمرینی باشه. این مسئله به ویژه میتونه برای مردایی که دچار اضافه وزن یا چاقی‌ان مهم باشه. میدونید که احتمال کمبود تستوسترون توی این افراد بالاتره اگر بتونن با رژیم و تمرینات با وزنه، به ویژه تمرینات با وزنه، وزنشون رو بیارن پایین. تحقیقات نشون میده که نه تنها تستوسترونشون افزایش خواهد داشت، بلکه عملکرد جنسیشون هم بهبود پیدا میکنه. پس بفرستید این ویدیو رو برای دوستانی که فکر میکنید بهش نیاز دارن. تو ویدیوهای بعدی بیشتر راجع به تستوسترون صحبت میکنیم، به ویژه تستوسترون درمانی، تزریق تستوسترون به شکل قانونی و زیر نظر پزشک. پس اگر هنوز عضو کانال نیستید بزنید دکمه سابسکرایب و تا بعد.